معلوم نیست صبح تا غروب یه لنگه پا بالای اون پشت بون چی میخواد. پسر مگه سر باباتون بالا چمه؟ مردم واسه بچه‌شون ارث و میراث میذارن، اون تون بهتون افتادن واسه بچه‌ش ارث و میراث گذاشته. جون چه کفتری میارده به 100 تا سیندوسیه و سرور و کله قرمز. نشونم داره، شرطشم دارم جون. حیا کن پسر، باز اون خدا بیامرز سرش تو کار کاسبی بود که تو سالی به 12 بیکاری و بیال. برو از داییت یاد بگیر، ببین چطور بعد از یه یللی تللی سرش به سنگ خود و رفت پی کار و زندگی. 2 سال نیست دل به کار داده تو داغونش نمی کنی. به فاطمه زهرا یه روزی سرت به سنگ میخوره که نه راه پس داری نه راه پیش. آخه کفترم شد زندگی، کفترم شد نیم آب. پسرای خدیجه رخشور باعث بشن معتمد محل، اون وقت نوه امین دیوان بشه کتبان. بچه حلال زاده به دریش میره. نخیر انگار با دیفانم. رو تا برم آقا، به روی مبارکش هم نمیاری. پرش بده بره، این صاب مرده رو پرش بده بره. نمیشه پرش داد، با اول جلدش کنم. خیلی کفترات کم بودن، یه باره که همه خونه رو بکن سنده. این یه چیز دیگه است، همه کفترام یه طرف این یه طرف. ببین این توقیه. توقی؟ آره اونم چه توقی. آقا توقی داریم تو توقی. به آقایی که قلفشو گرفتم به ارواح خاک بابات اگه پرش
ندی چادرمو میندازم سرم میرم خونه دایی مصطفی. به ما توقی نمیاد. مادر بابا توقی گرفت که من به این روز افتادم. یه هفته نگذشت که زندگیمون از این رو به اون رو شد. اگه میخوای خیر از جوونیت ببینی و دعای مادر پشت سرت باشه پرش بده بده. اگه میخوای چشم سفیدی کنیم یا جای من یا جای تو. اومد نیمت کدوم بیبی؟ اینا همش حرف کسو. حالا حرفه یا حرف نیست من بدونم. خیلی خوب بیبی خیلی خوب. ماشاءالله یه بند میگه. میدمش به یکی که قدرشو بدونه. از این خراب شده ببرش بیرون هر غلطی دلت میخواد بکن. خوب سیاحت کن میبینی چه نقشی داره؟ خب برش کردم. این یکی بعض اونه آدم حد میکنه والا. اصلا چه 3 و 10 10 4 و 15. دایی مصطفی سلام دایی. سلام به روماد ماشالله. چشم کف پا برش بزن. خب دایی تو کجا اینجا کجا؟ چطور یاد ما کردی؟ آفتاب از کدوم ور در اومده شاخ شمشاد داره دیس کرده. به آقا من یه هفته از تو فشتم میخواستم آدم بفرستم پت بگم اگه آب دسته بذاری زمین بیای. گفتم باز مونه میاری و نمیای. اون وقت خدا باز بزنه پس کلت خودت پاشی با پای خودت بیای پیش دایی. بنازم حکمت خدا رو. بیبی چطوره؟ یه بند یا سر نمازه یا منو نصیحت میکنه. چشاش؟ نمیبینه دایی. خب چی شد این ورا زدی از خونه بیرون؟ همه زیر سر این داغیه. این منو کشونده ای. گفتم باز یه حسایی باشه دایی که دیدن نره. نی تو هر خونه من که حسم خواسته از وقت سرخاروندن نرم. دیدی بونه میگرفت تاقی اومد دایمت داره. ما ال میشیم بل میشیم. گفتم یه 3-4 رو بذارمش یه چه امونت سر صدای بیبی بخوابه. داشتم میرفتم که گفتم خوب شد اومدی. اتفاقا کار واجبی باز داشتم. چی شده دایی؟ خیره. فقط واسه خیافوت کندنه. خب میگفتی دایی نکنه میخوای هشدار ببندی یا بیایی زیر گذر چوتکار بندازی دور و قد داره ببندی. نه دایی قد داره تو این روزگار حکمت نمیکنه. آدم باز بره دنبال کس. روزی میرسه دایی. به آقا ولی اگه درموندی یه لوتینی سیه پول سیاه یه پاپاسی بیاره بذاره کف دستت. تا جوون و جاهلی بار خودتو ببند. از ما گفتن به ما که هرچی گفتن یه گوشمون در شد یه گوشمون دروازه تا سرمون خورد به سند. ایران که شدی امیر تومان دست آخر همه رو باز بذار یا بری. اون که موندنیه کیه؟ حرفای خواهیت دایی. دایی خیلی فرق کرده. روزا همون روزاست اما روزگار دیگه ایه. آفتاب به آفتاب اگه سن و سه نظری کنار باختی اون وقت سر پیری باز کاسه گدایی دست میگیری. چی شده دایی؟ خیره. میخوام زن بستونم. زن بستونی؟ ای والا دایی ای والا. تو که منکرش بودی. اون وقت که دخترهای دم وقت محله واسه دست و لبشایی میفرستادن و رو شله زد با دارچین اسمت مینوشتن زیر بار نمیرفتی. دهدم واسه بیبی سر خود شیرینی خود پس خوندی. حالا اون کیه که دایره انداخته تو تله حیرونه؟ یه پری مثل پنجه آفتاب. موهاشو آفتاب نیده. تو بازار شیراز دیدمش دم یه دکونه بسازی. چشاش پشتم و لرزون. عرق سرد نشست به پیشون. یه دختر خونواده داره. پدرش تو سفر حج عمرش به خونه خدا نمیرسه. خودش و مادرش یه مادر دختر 2 تا زنن قوقو صبح تا غروب اسیر خونه. خب چرا معطالی بیبی رو بفرست بله برو. اون که چش نداره قدم از آدم برداره. نمیخوام آخر عمری آب به آب بشه. جنگ اگه زلزلم بیاد اون از سر جانمازش پا نمیشه. خودم که دستم بنده و پام توی معامله فرش گیر کرده. دایی کفتر اومده لده بومه داری دستی پرش میری. قول پدر مال دنیا وقتی پای عشق در میونه. آخه نمیشه که تو سفره جای شمونه ها عشق و محبت گذاشت. تو میخوای چی کار کنی؟ فکرامو کردم خودم خودش داره رسون.
من سرانم از سر پیازم یا تای پیاز. نکنه میخوایی منو بفرستی بله برون. اونا دختر رو عقل نکرده نمیفرستن. پیش پاد داشتن میرزاره رایی میکردن بره وکالتن دختر عقل کنه که خدا تو رو رسون. ای والا منو میخوای بفرستی جای میرزا؟ آره جایی تا وقتی وصله تنم هست چرا واسه قریبه من میخوای بفرستی تو یه گروه زن. من روم نمیشه سر بلند کنم که برسه حرف بزنم. حرفا میزنی دایی؟ با این کفتر که نمیتونم برم. تو هم که استری و 1000 سودا. بذارم یه تکمه بسارمش دست یکی رو بیام. زود باش دایی وقت تنگه. سلام. درد بابا بالاخره اومدم. دیر اومدی جونم هری. زودم میخوام برم دری. حالا یه 4 دیواری میخوای با پرده های افتاده و یه تن لاغ. نه جونم از ما که گذشت. خدا قسمت گرگ بیابونم نکنه. حالا چرا سگ شدی افتادی به جون من؟ مثل اینکه یکی داره ما رو میفهم. وای خدا مرگم بده. جواد خال داره. شاگرد عباسگاری چی؟ اگه ما رو ببینه خوب نیست. واسه تو خوب نیه واسه من. واسه من تو رفتی 3 مازگار نه خبری نه پیغومی. منم که خلقمو میدونی. هر کی بگه سلام میگم علیک سلام. عباسگاری چی؟ همچی نگو عباسگاری چی؟ گاری مال خودشه. که اگه احتساب محلم بود باز زنش میشدم. واسه این که مرد و حرفش حرفه. عقدم کرد یه پسر کاکل زدی هم ازاش تو شکممه. حالا کدوم فهمیدی پسره؟ از بیارم. بیاره چی ها؟ چرا دست از سرم ور نمیداری؟ چرا نمیری رد کارت؟ تا اون بر جوغ من این بر جوغ. انگار نه انگار گوهری از کسا مرده. بعد همه گیزن چرا شلوغ میکنه؟ من فقط میخوام این کفتر رو واسم نگه داری. 2 تا رو دیگه هم میام پش بگی. صندلی 20 مال من آقا. با خیلی خوابه جون برو بالا. برو بالا. اومدش. نه خیر نه. میجا. هی میجا. آره بگو پیاده شو. بابا میدونم چی بگم اصلا موتور پارک میرم ماشین فرق نمیکنه با ماشین چه دیگه آره نخوره خیالت تخت باشه. ممکن است سیگار بمونیم با این ماشین. نه خیر نمیتونیم بریم آقایون بفرمایید خالی شیم با یه اتوبوس دیگه بریم. چقدر آدمو زابره. داداشم این ماشین تازه تعمیره میترسم یه وقت خدا نکرده تو راه بمونیم. خب اینو از اول میگفتم. عزیز دلم از اینجا تا شیراز راه خیلی دوریه. بفرمایید با اتوبوس اسکلسیا بریم. اون رو برو یاره جونم. همین اتوبوس رو برو قربونت. مثل که منم عوضی سوار شدم. منم میخوام برم شیراز. نه داشتم اونا عوضی سوار شدن. تو بگی بشین. چرا پاش شده بگی بشین. من دعوا ندارم. ما هم دعوا نداریم. ما فقط اون توقی رو میخوایم. حالیته پولش هم هرچی بشه بهت میدیم. بشین. ای والله. شما کجا؟ شما مهمون ما باش. ای والله. من دعوا ندارم. من میخوام با سر صورت سالم برم شیراز. بذاریم باشه یه روز دیگه. نوکرتون هستم. هر چون بگه میام.
تو آخری میدی یا نه؟ بله مادر ببین کیه؟ در از پاشنه برداشتم. اومدم. مادر سراندازتو سرت کن. بابا خونه رو نگاه، انگار بازار شامه. کیه؟ یه بنده خدا. ببخشید من میخواست. کجا رو میخواستی؟ والا ما از طرف استاد مصطفی اومدیم. عزیز قوم و خیشوی استاد مصطفی از کاشون اومده. دختر خب نگفتی بیان تو. بفرمایید. یالا الله یارش. حالا خانم والده چطوره؟ به مرمتتون. استاد مصطفی چی کارا میکنه؟ والا دعاگو نهید خانم، کاربارش سکه است، خیلی میزونه. خدا بیشترش بده. خب حال خانم والده چطوره؟ ای والله گفتم که بود مرمتتون. استغفرالله. تو این دور زمونه حواس واسه آدم نمیمونه. ما هم که صبح تا غروب نشستیم و کلاغ پرای خونه رو میپاییم. اصلیتش هم اسیر و عبید توبان. میدونین کنیز شما باشه؟ خواهر ما محبت داریم. دختر با اسمت. میدونین آسد مرتضی موندم که این سرانجامی بگیره برم. خدا قسمت همه آرزومندا بکنه. برم پیش خانومم حضرت معصومه تا قسمت چی باشه. دیگه باید به سلامتی کارو زودتر تمام کرد. هرچی زودتر تمام باشه بهتره. بس مادر همه آبشو در بردی. من ساعت دیدم شب جمعه خوبه. خیلی داریم تو جمعه. بعد بگذرونی. اینا اوغار کردی؟ من میرم شب جمعه میام. به جدت اگه بذارم. کجا میخوای تو شهر غربت آواره بشی؟ مسافر خونه ها که همه‌شون جونه بردارن. غذاهاشون هم بیاته. کجا بری از خونه قومت بهتر؟ من میرم یه هوایی بخورم.
توبا یه سری به دیگ بزن سر نره. من یه توکه پا میرم نون بخرم و سبزی خوردم. چشم عزیز. من میرم عزیز خانم. نه مادر، پام خوش شده. یه چند قدم را برم واسه پام خوبه. شما که ماشالله هزار ماشالله مثل دخترای دم وقت خونه نشین شدی. یادت نره مادر، یه سری به شون بزن سر نره. چشم.
فردا شب جمعه است. من با دست خودم تو رو با داییم عقد کنم. کاش که قدم پام میشکست نمیومدم شیرین. منو واسه خودت عقد کن. من نمیخوام ترم بشه یکی باشه دلم بشه یکی دیگه. ای والله مگه میشه؟ چرا نمیشه؟ ما میخوایم عالم آدم خبر کنی. این گوش با اون گوش نمیرسه. فقط من بدونم و تو بدونی آقا. عزیز خانم عزیز اگه اون بفهمه قیامت میکنه. بعد من یه جوری بهش میگم کار که از کار گذاشت. بهش میگم خدایی تو خودت شاهدی. سلام دایی. ای والا ای والا. این لقمه ایه که تو سفره ما گوشتی وگرنه من کجا و شیراز کجا. سرتو در نهرم دایی. این دل لانتوری خواهیشو باخته دایی. با تو هم پاک آق مرزا افتاده تو عجل. نه رای پس داره نه رای پیش. دایی مصطفی هرچی خودمو زدم به اون را دل دست بردار نشد. هر زحمت به سطح نیجا بود. همچنین زاغ میکنه. همچنین زاغ میکنه که 4 ستون بدنم میلرزه. مایه های نامردیه. نالوتی هیچی سرش نمیشه. یک بی آبرویه که دیگرانش خواهشه. بعد جوری خواهشو باخته. رسوای الله همه دیگه راحت کنم. کار آقا مرزا افتاده دست یه الف دل. چیه بگم؟ حاک مهانه. اینا رو نخونده بودم. این دیگه چه رنگشه؟ حیرونم. یه آدم گنده باز بشه نوچه یه وجب دل. آخه چرا باستم چی باشه؟ کی گفته مگه من کیم؟ کی گفته یه جوجه دل بشه اختیار داره آدم میزاز؟ دایی اینو باید بگم. آدم ول مختله. من اینو میخوام اونم میخوام نداره. باز دید که که اون سب مرده چی میخواد. این درست نیست دایی. درست نیست. کار یه خرابه. حالا از کجا خرابه؟ باز وقت گرفت از اون سکره پرسی. دخترن شیر زی دل ما رو بردی دل ما غم ما نخوردی. چی بگم؟ آره مگه من چیم؟ تو درسته حالیمه. من نه تو. آره تو که سر تو حسابه. چی؟
آره مچلیه چی میگه اون چشت دایی؟ چی میگه اون چشت؟ آره ریتنتنه رد بیداله. آره من سیاه شدم خیلی خوب. مگه من کیم؟ چرا به من میگی؟ مگه من کردم؟ مگه من گفتم؟ مگه من خواستم؟ مگه سرم تو کفترام بود؟ کفترام تو منو رای شیراز کردی. تو منو هوایی کردی. کفترام یا الله. من کبن سوارند ای پنجیون یا بس از به آب باش که بان از کمین جشکم. چه خبر شب الاخبار؟ خبره پیش شما سوسته جوادی موندم تو زبریه مرتضا. از روزی که دیریش داره بر گوهر میپلکه با آب شده رفته تو زمین تو نمیره. اینجورم نیستوستا راهی شده و شیراز دختره رو وکالتم و سایش حق کنه. جوادی شیراز بونه و الا مگه تو طایفه آسد مصطفی آدم قطعی بود که مرتضا بشه خاله گردن دراز. مرتضا رفته آباد راستیاب بیافته. اوستا مرده با تو زنده. همچی که دلش قرص بشه من زیر سیبیلی رد کردم موش آتیش بزنه پیداش میشه. دست بلغزه امرو با طایفه هر روز اومد کاشو. پس امشب ریشش تو دست ماست. هر جوری باشه امشب میاد لبی تر کنه. دیدم صوبی گوهر دل میزن. خیال تخ باشه. آجی زاقش جوگ زد. به اون نشونی که داریه رو زده بود زیر چادره. سایه به سایش رفتم. اول رفت سراغ عضو بندندار. بعدش هم جفتی چپیدن تو خونه حضرت مصطفی. آره انگار بندندازون بود استا. آره از به آب باشه من همینو کم داشتیم که زنمون بشه انتری محله و هم پلکی و اصراب بندندار.
بزنی تو کفش قبول تنش اصلا باشه. جوادی جون جوادی خوشی خب مستی من فلفل مستم و دروا کن با نمیشه شیشه عرق و توی دستم با نمیشه فلفل مستم و دروا کن و نمیشه شیشه عرق و توی دستم با نمیشه جوادی حالت دنیا دست کیه؟ آره دنیا دست اوسی کریمه. جوادی مرد پیدا میشه مشکل نامرد روم بدی فال ریگ بیابون. پس حالی تو چه فینتی بیاد؟ آره درسم روونم این درسا رو که خوندی این مشخر رو که کردی 1 2 3 آهای بیا مرد زخرده جوادی جون استاد زنه ریگی به کفشش نه آره. هرچی از زیر سر این پسره کفتر بازه که چپ و راست پاپه چشم میشه جوادی به خاک بابات اگه واسه حرمت آسد مصطفی نبود کاری میکردم که نتونه تو مارک کاشون سر بلند بکنه اما چون پای آسد مصطفی وسطه میخوام اول اون دهم وا بکنه. خیال تخ باشه استاد تا ببینی سکه یه پولش میکنم هیدر ما دعوا داریم هیدر ما دعوا داریم هیدر آهای اسد مرتضی آهای اسد مرتضی نوکرتم بهش بگو نامردی بهش بگو نامرده نامرده عباس کاری چرا میگه عباس بگو مرتضی بهش بگو حیفنو بهش بگو جواد جون بگو قربونو شکلت برم بهش بگو من نه به اون بگو همه کسا کار پالونشون کجا عباس کاری که اگه مردی بیا جلو حسد مرتضی شیط جوادی بیفت جلو را بیا فریده یواش جواد باز نصف شبی مردم رو زابرا کردی آخه بره در یه اسکان کمتر بمود قسم من نیستم جواد خال داره مزنه تنافه ماف گیره شفته راستین مبارکا باشه سلامت باشه این سیامستم رایش کن بره خونه بیفت جلو سلام علیکم. کجا بودی ده این شهر رو دنبالت گشتم دلم گرفته بود گفتم برم یه هوایی بخورم. مبارکا باشه اسد مصطفی تا بیا خیته بریم دایی بریم عجب آب هوا داره اینجا ده بیا سنا ابن انس سیام است عوضی پهن بوم پنبه مرد غریبم و بیفهمه مرد غریبم و بیفهمه پس ببینین پیش جان پیش ببینین پس جان احواب داری چی میاد پسر تو بازه چی میاد پس ببین پیش بیان پیش ببین پس بیان شبات خالدار میاد از سر سپاه خالدار میاد زنگ و زدم به قیصری
از به اون عقب بری 10 روز مثل گردون رفتیده از میمون ریش عروسای ما اصلا نخورده صابون وای 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 قریشیم بابا قریشیم بابا قریشیم تمام دخملا رو ریختن تو ماشین زنگ و زدم به دیشه لعنت به هر کی پیشه دختره دستمو گرفت و توی هشتی گفتمش که بوده گفت رو مجلی شیرین آلبالون بلالون شیرین جا خالی جارو منم بلالون آخ تو هم بلالون هر دون بلالون شیرین آلبالون بلالون شیرین جا خالی جارو زنگ و زدم به کاسه نالت در کی باسه اندر قدیل سال نو من داشتم یک گربه هر وقت سوارش می شدم می رفت و چون برق از نظر در جا نمی داد دست او می کرد و شبها تا سحر هی ارو ارو هی ارو 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 هی ارو ارو هی ارو زنگ زدم به اره نالت به هر کی درده جانم جلوی چشم آسد مرتضی چیه؟ اسممو صدا کن تا حالا اسممو صدا نکردی تو با بله باورم نمیشه بیدارم همش حول دارم بپرم از خواب چشم کنم ببینم شیرازم آخ گفتی کاش که همش خواب پشیمونی آسد مرتضی سر جدت پشیمونی نه جون تو قسمت من این بود من کجا شیراز کجا عزیز باز تا رو جواب کنم اون وقت جلو آسد مصطفی زبونش بسته شه اون وقت منم باید جلوی این همه چشم مثل دیوونه ها پاشم بیان تو پشبند تو خوبه صبحم خواب بمونی نه با الانه میرم حالا یه مارمتون داریم تا صبح فردا شب که ازمون نگرفتم هرچی بخواد بشه میشه تازه کی فردا رو دیده یعنی میگه بمونم کی میگه بمون برو خداحافظ تو خوش اومدی آسد مرتضی خوش اومدی خب خوب که خوب آسد مرتضی چی؟ مثل شوهرها با هم حرف با من شوهر کرشتی حرف میزنم چه میدونم یه جوری که دل آدم آب میشه دوام کن شما چی داریم خانم ها؟ دمی باقالی نه بازم در پختنک با این سنورسه شیخ خرجی که نمیشه هر شب پلوی 7 رنگ پخت مگه مهمونی 7 دولت مگه کنیز آوردی همون اسمت به درد تو میخوره اونم یه زنه منم یه زن 2 سال آزگاری که خونیش رو رفته دست سیاسفید نزده متصل دم آینه نشسته زیر ابرو ور میداره یا چادرشو میکشه سرش میره سر گذر با عطاره و بزازه و رزازه کره میره با هره میاد اون وقت من باید صبح تا غروب کنج خونه بشینم جارو پارو کنم این مال روزم شبامم که تا صبح باز ستاره ها رو بشمارم تا کی آقا از در بیاد خدا میدونه با کدوم از ما بهترون رفته بوده خدا عالمه با چه زبون آخه تو هم یه چیزی با چی بگم خیلی خوب الان نمیگم سال به 12 ما فقط فامیلش چنجر خوردن رنجر انداختم
ساعت رحمت به کانسرای شما عباسی از دنیا فقط یه زمان داره 2 تا فات مره ما به ما یه شرطی به خونه نمیزنه متصل یه سقط انداخته تو دهنش اینهو گوشت مرده میجوه ما مبارک داریه میزنه و تانه بیهی رو میلرزونه همچی ده هم میکنه میبنده میگه بیبی که هر کی ندونه میگه یارو پسر امیر تومانه. خب ما اون وقت که از کاشون اومده بودی شیراز هنوز یادمه یه پات شارخ بود و یه پات گیوه. اگه یه من ارزان از سر و روت میریختم پایین یه دونش پایین نمیومد. حالا آقا دستشو واسه من میزنه کمرش حکم میکنه من اینجا خلیفه در بغداد. خدا 2 کلم حلال کرده 2 کلم حروم. نمیخوام بابا زور کنی. یه نمیگم 9 ماه به دل نمیکشم. وزیر سر خانم بلند شده؟ مهرم حلال جونم آزاد. خیلی خوب مثل تستو جمع کن صاحب میری خونه آقا. میخوای طلاقم بدی؟ آره اونم 3 طلاقه. اگه پشت گوشت دیدی حاسد مصدرم میبینی روجما هم نداری. غلط کردم آسید مرتضی غلط کردم. اگه منو نمیخوای خودم واسط میدم خواستگاری سرم 4 تا هوا بیار اما طلاقم نده. با نون و پنیرت میسازم با مستی و خماریت میسازم با دارایی و نداریت میسازم با کمربند سیاه و کبودم کن. لباس عید نمیخوام بازم اون کفش کنه ها رو پاش نمیندازم. میرم سر همام جومه دار میشم پول میگیرم میرم تو واسه مدرسه مریمی بخرم اما طلاقم نده. من با پیرهن سفید اومدم خونم با کفن از خونم میرم. آخ بسته دیگه. حسین مرتضی توبا ما مصیبت توبا میخوامد. گفتی به عیزه تو بگو. من روم نمیشه. منم روم نمیشه. من میرم اینجا نباشم بهتره. تو باستن رو یه جوری بهش بگی پس اون فردا عروسیه. آخه من چی بگم؟ یه طوری به عیزت بگو. زنها یه جوری کارا رو راستریس میکنم. من که روم نمیشه به دایم بگم یه وقتی دی کار کشید به دعوا مرافعه گرچه اگه دایم 100 تون تو گوش من بزنه من سر بلند نمیکنم. دایی جون بیبی کارت داره. من میخوام برم. نقص داری؟ آره میرم و میام. خب اول یه توکه برو پیش بیبی. باز شروع میکنه به نصیحت. منم که حالشو ندارم. تا بیاد بیبی حرفشو بزنه تموم شده. اون بیشتره که چیزش نداره. تو خودت جا بزن جای من دایی. جوونی. من که شیرم و حلالت نمی کنم مادر. از مادر هر ملم روسیاترم کردی. برو مادر مرگت نباشه اما روزی 1000 بار جون بکنی. برو مادر الهی که به تیر غیب گرفتار بشی. آسمون از معصیت تو شده تشت خون. تا بود که بالای بوم پیر کفتر پرونی بودی. حالا هم که پشت لبت سبز شده واسه حروم و حلال توفیری نداره. دیواره هاشا بلنده اما من با گوشای خودم شنفتم که چجوری تو پشه بند قربون صدقه هم میرفتی. اگه چش داشتم که چشتو از کاسه در می آوردم. همچین توبا میکردی که انگار نافشو به اسم تو دارن. ایشالله اسمشو رو سنگ بکنن. بی غیرت از خدا بی خبر با زن داییت. اون بنده خدایی از همه جا بی خبره بگو که گوشت سپرده دست گرده.
والا اگه داییت غیرت داشته باشه باز خونتو بریزه. اون از ما بهترونه بگو که امشب به چه روی میخواد بره بغل شوهرش. برو مادر که ایشالله تا دنیاست یه چشت عشق باشه یه چشت خون. اون دختره که به تو وفا نمیکنه به سر شوهرش چه گلی داد که به سر تو بزنه. امیدوارم که به امشب نکشونه. ایشالله به حق 5 تن آل هوا جلوی چشم مادرش پرپر بزنه. اگه خداست که مو رو از ماست میکشه. اگر از داییت غیرت داره که باها تیکت کنه دست من نزن هارس مسلک. ایشالله دستات قلم بشه. آهای آسد مصطفی تقاستو بگیر. پس کوشون غیرت و مردونگی. منو یه جو غیرت دارم بیبی. داره کتت وایستا آسد مصطفی همه زیر سر اون. پسره رو خام کرده چاقو که دسته خودشو نمیبره. بگی سایه سفید من رحم کن داداش تو آقایی کن طایفمونو داغون نکن. یا ارحم الراحمین. جامش کفه ای دنیا آیه شروع خیونت نمی کنه. بگیرش تکبیر الله اکبر. مؤمنین ببندید ثواب حمد را ببرید. الله اکبر سبحان الله سمع الله لمن حمده. الله اکبر الله اکبر الله اکبر به حول الله لا اله الا الله
العليم الكريم الله أكبر سبحان الله الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلوات بلند ختم کنید. خودت کمکم کن. یه کاری کن من دست بود داییم بلند نکن. دایی قسمت این بود، من که خلاف شهر نکردم. آخ اگه داییم باشون نبود تیکه تیکه‌شون میکردم. اگه شما لب تر کنین سرش یه جوری زیر آب میکنم که آب از آب تکون نخوره. بس نشسته تا نشسته کاری به کارش نداشته باشه. بذاریم پاشو بذاره بیرون. پاشو بذاره بیرون هجتش بسته. فقط جون به سرش نکن.
نگاه کن انگار ناخوشه. حتما دکترها جوابش کرده. خدا شفاش بده. خدا به جوونیش رحم کنه. تنگ نفس داره خواهر. خدا به داد مادرش برسه. زن و بچه هم داری؟ زن آره، بچم شاید. آخه یه روز بررسی کردم. اسمت چیه برادر؟ سید مرتضی. ایشالله جدت شفاعت بده. اینم که اسمی رو سنگش نیست و معلوم نیست آبش کدوم ننماده. اینم اسمش پاشریکه. تو نهری خودشه. بینم چی کار میکنی مؤمن مسجد نیده؟ فاتحه میخونم استاد. گربه گشت عابد و مسلمانه. واس که؟ میخوام برسه به روی بابا. من خاک بابا اینجا؟ نه خاک با هم تخت پولاده. اینجا خاک رفیقش تقی ساچمهیه. باهتره حواله که این تقی ساچمهی؟ آره ور میداره باز خودش. اون نانجیبی که من میشناسم دایامیش خودشه. پشتر مرده حرف نزن استاد. خوبیت نداره اون دستش از دنیا کوتاهه. اون هفت خطی که من میشناسم الانه داره هفته زیر هفته رو هفته وسط بازی میکنه. کاف نگو استاد. قبله کدوم ورد شده که آقا اینقدر با دین و ایمون شدن نکنه ننت کاکلت زیر نابدون طلا زده گوشات سولاخ کردن و قروم امام هشتمی نزد نون ماست بود و 7 سال آزگار دقیقه دسته بوده. دهه محرمم تو زننه چایی میداده. خوب من یکی میدونم که تو کدوم عذب خونه افتادی رو خش. اگه این پسر نخواد بیاد بیرون ما میریم تو. چیه دوباره که لب بچیدی؟ نکنه میترسی سنگ چیه؟ ربیا خدا کنه به حق امامزاده خودش بیاد. انگاری 100 سال خوابیده. صبح که نمیشه اینجا بوده آدم برم برش میداره. یه ساعتی که داره شیر داشته باشی زلد آب میشه. خب بریم اون 3 صبح زود تاریکی روشن برکن. اگه بیدار شده زرد به چاک جعده چی؟ خب میگه چی کار کنه؟ نه باز بیدار شه باز همونجا خواب رو خواب داره. اونجا که نمیشه خونه شریف اوستا. چی گفت خونشه بریزی خفش میکنی با این دستمال. حالا چرا میدی دست من؟ من باز هوای اینجا رو داشته باشم. تو برو من هوا اینجا رو دارم. تو از سایه خودت هم میترسی. یه خرخا که بیافته رود نرد میره آسمون هفتم چخ ممکنه از خواب بپره. اون وقت من میام تو که نمیتونی از پسش بر بیا. برو بسته برو لغت به وقت خود نزن. چت بری راستوی آسد مصطفی پون میریده تو دومانت ریش به جامونی سیبیره تو چت میکنه. باشه بسته اون بنده خودم که پولش هم پارو میره بالا تمومی نداره. برو تو بسته برو تو. چی رو میگی از ما بشترون؟ از نامحرم. حالا شوهرت نامحرم شده فاسقت محرم؟ من
فاسق ندارم، والا بلا فاسق ندارم. صد رحمت به زنای اونجوری، اگه حیا ندارن وفا دارن. به یکی که گفتن جالیه که کار رو شارعیشو بزنن ناموزشون رو حفظ میکنن. تو خونه من، تو پشه بند من خیال کرد واسه دوستاتی یه بگیرم دست بریزا نرداشتی اقلا به عروسی بکشی. مثل روز واسم روشنه که اون پسره رو تو خام کردی. جدو داست مصطفی بسته خیال کرد یاست مصطفی کیه؟ یه مجنون که با آقل گرفتن تو دلش نرداشی بگه انگار نه انگار. حساب عشق و عاشقی و خاطر خواهینی. اگه عروسک فرنگی ها بودی مهر تو از دلم میکندم. حساب آبرو، اونم نه آبروی من، آبروی یه طایفه که ناسلامتی مردشون منم. کی دیده؟ کی گفته؟ حکایت کپ کپ چه سرشون میکنه زیر برد؟ آفتاب هیچ وقت زیر ابر نمیمونه. تو که راهشو خیلی خوب بلدی، تو که خوب بلدی گله هم کنی. قصدم آیه به خورده پیر به پیغمبر بگو مردم مفکانی کردن. چرا قسم بخورم؟ زنا که فایه چه منتش میخواد. خلاف شرکه نکردم، کنم گردن اونایی که گفتن زنش شدم. اون منو واسه خودش حق کرده، بینم قبال نمتم. تموم شد دوستا، تموم شد. آب از آب چتون نکن. مرتضی چی شد؟ انگار 100 سال خوابیده. هجلشو ببر. لاوسته با چی کار کردیم؟ پسره گل پاکتر بود. میپاییم اینا صبحی خونش حلال کردی. چی شد از سخشارا دوباره پسر امام جمعه شد؟ صبحی تو پرم کرده بودی. چی کار کردی شمرا؟ اون صداشو برید از اون بپا. دروغ میگه. باز تو اینا
میکنی ننه مرده؟ نه شهیدت میکنم. نه عمو رامافا امون بده آسف مصطفی امون بده به امام قریب من دست خطا نکردم. اوستا گفت برو تو خفش کن. چشمم که افتاد بذاری پشتم لرزید دویدم بیرون. دروغکی گفتم کشتمش. آزد مرتضی زنده است. به مولای راست گفته باشی میذارم دم حوشه. بخواه که با هم راست میگم اون زایی ظالمه. این وقتت من رو رنگ کردی؟ اگه من زنده گذاشتمت که اسمم برمیگردونم میذارم جواد. مرد میخوام دست رو جواد بلند کنه. چی شد آسد مصطفی؟ صبح تالا این رو به اون رو شدی. اشتباه کرده بودم. من که اشتباه نکردم. همین نمک برون با چشای خودش دیده. چی دیده؟ دیده مرتضی؟ استغفر الله. چی دیدی جواد؟ اسد مرزا یه توقی داد به زن اوستا. دست ورده عباس، مرغتو ببند بره در همسایتو بدوم نکن. دویدم از اون. اگه زن لاکردار خودش نخواد تو یه فوج سربازم که بره پاک و طاهر بیرون میاد. کرم خود درخته و الا سبونم لال. اگه مرتضی 7 کفنم بپوسونه باز زنک به تو وفا نمیکنه. نمیشه که سر همه مردای دنیا رو برید تو چی آقا اصلنش دل ناپاکه. من که بالای مرتضی قسم میخورم به حقانیت حق عباس حساب قوم و خیشی و این حرفانی. خودت با چشای خودت دیدی. یه دم شک کرده بودم میخواستم خونشو بریزم. به آقا علی چش این پسر پیزن تو نی. اگرم چیزی هست بی خودی گناه این اونو نشور بره در دندونی که درد میکنه بکن بنده دور. آقا همون توقی رو به دلت میزنم. من نامرد نیستم اوستا. هر وقت خواستی با سر میام بشه. باشو ببینم. دختر چیه چرا همچی میکنی؟ مرد مگه زدی به سرت؟ چه قایمش کردی؟ چیا؟ خودتو به اون را نزن. توقی بگم. توقی رو دادم دست صاحبش. دادم به عروسشون. دروغ نگو من شد. دروغم چیه مرد؟ چرا همچی میکنی؟ برو خودت ببین. حتاب نکن. اگه شده خونم سرت خواهد. ایداد میکنم. عروسشون گذاشتتش بالا پشتمون زیر سبد. بیا عروس خانمی نمانتی آسد مرتضاست. من جاشو ندارم. میذارمش بالا پشت بوم زیر سبد. خیالت راحت باشه. خلاصه هواشو داشته باش. اگه یه وقت بپره صاف میشینه رو پشت بون ما. آخه این چند وقته من جلدش کردم.
گوش بیشتر میدونم. بلکن بابا حوصله ندارم. گوش بی آخه دارن هره که میدونی قاتل زنده دوز نبوده، یه سوزن از خونه کم نشده، هر کی بوده اومده بده پی تاقی یا رو من کف درباز بده. توقی که پیش گوهر بود. که نه، گوهر از ترس عباس در شبی توقی رو میاره میده دست زنده‌ای. مرادتو گرفتی برادر؟ مرادمم گرفتم، زنمو کشت. خدا صبرت بده، خدا جزاشو بده. خودم جزاشو میدم. شناختنش؟ پیداش کردن؟ فقط میدونم یک کف در بازه. تو این همه کف در باز مگه میشه پیداش کرد؟ آره، آخه توقی منم همون دوزی. خب توقی رو رد میکنه، زبون بسته رو سر به نیستش میکنه. نه، این کف در باز باشه خونشو بالا اون توقی میده. بیام بیرون. که نشتاختم. چی شده داشید جون؟ ولکن پسر. کفترهای اسخر ریزرم بردم. راضی بودم خونم آتیش بگیره ولی کفترامون نبرم. باز یه فکری کرده باشی. اگه این مصیبت واسه کفتره به مردونگیت قسم تعارف نمیکنم. باره بابا، این ساله من این تو. حکایت کفتر من نی. کفتر باز جماعت عشق بازه. کفتر من و تو
امنی ها میگیرنش داشت. تکلیف چیه؟ واسه فکر کرد. چه فکری کرد؟ اگه دو شب همت کنیم و بیدار بمونیم قول میدم خودم کت بسته تحویلتون بدم. هر کیه خودیه. کفتر بازه داشتم. من کف دستشو بو کرده بوده که صاف بره رو پشت بونه تو از قریزه. یه سریه. چه سریه؟ بین دزدی دیشب و قتل زن آسد مصطفی. اونم دوست نبوده. کفتر دوز بوده. میگن دست به هیچی نخورده. یه سوزنم نبرده. عد رفته سر سبد توقی. ختمش کنی. اگه دست آسد مصطفی تو کار باشه کفتر بی کفتر نفس کفتر برمیافته. اون کیه؟ اون نالوچی کیه؟ اون اسپردون کن کیه؟ اون ناکفتر باز کیه؟ ده بگید کیه؟ چیه؟ چرا همه زل زدین به من؟ خیلی دلت بخواد کچه. استغفرالله. 1 2 3 4 5 6 7 قدم رو به قبله. به این قبله آجر اگه من تا حالا خون از دماغ کسی ریخته باشم. آسد مصطفی جواد خال دارم همراهشه. چه کاره؟ چی شد ناقافل عباس ول کرد دنباله آسد مصطفی شد؟ عباس ولش کرد. میدونین خیلی حسابات که ما ازش بی خبریم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام. سلام علیکم. سلام علیکم. بیشین جواب. ایشالله که غم آخرت باشه. خدا واسه هیچکی نهره. آسد مرتضی رو این ورا نهیدی. چطور مگه؟ ای وای آسد مرتضی مگه دیشب خونه نیومده؟ چرا؟ صبح تالا غیبش زده. کفتر بازه رو نگرفتین سرکار؟ بالاخره میگیرمش. ای والله باز گرفتنش. من بردم بده. آره بشه بله یه خود باز بگی. حالا تو بیشی باز باختی. جون بردم بزن بیا. بشه باختم که حالا بشین. بزن اینم. خراب کردی که داشتی. ای داشتی جون کفترها برگشتن. همه تو برگشتن. اینه داشتی ها کله قرمزه چطریه مشتلق منو بدون زود داشتی میبینی برگشتن. بریم دیگه همه چون برگشتن. کار داشتی که به خیر گذشت. حالا کی نوبت ما برسه خدا عالمه. باز یه فکری کرد. من تمامشو خودم دیدم. راستش رو مرد که تو دروغم چیه؟ بریم ببین. اگه کفتر رو دوز برده بود که ولشون نمیکرد. اون جارو دنبال یه چیز دیگه است که من میدونم و خودش. شاعر میگه تو مو میبینی و من پیچش مو. آخ
بله. حسن کوچیک هم کفتراشو بخشیده امام زده. علی باطاقی خسرو پررو هم کفتراشونو گشتن رفته مشهد. ترس افتاده به جون کفتر باشه. ترسی آدم واسه خدا بترسه نه از بنده خدا. درسته. لعنت درتی کفتره. مرد چرا نمیری پی کار و زندگی؟ چرا خونه نشین شدی نشستی ور دل من؟ میپام کسی تو رو نبینه. نیست خیلی هوری بلوریم من؟ این کارو نکن عباس، این همون توقی هست. بعد یوم خونش میگیرته. چی میخوای تو خونه مردا؟ ولش کن تو ولش کن. چال دیفاری اختیاری؟ اما نه با کفتر من. آسد مرتضی انگار قبر زنشه. خدا صبرش بده. آسد مرتضی این همون توقی است؟ آره خواهر. کفتر بازه رو پیداش کردی؟ آره. پس چرا معطل؟ بدش تحویل کمیسری؟ شاهدم این زبون بسته. واگذارش کن به خدا، خون پامال نمیشه. نمیذارم پامال بشی. به جوونیت رحم کن برادر، دنیا که آخر نشده. واسه من شده، دلم گرفته، انگار هرچی غم ریختن تو دل من. اشتباه میکنی دایی. نه دایی، من نمیذارم بری. من باید برم. دنیا واسه من تموم شده. از کجا میدونی اونه؟ خودشه.
هیچ رایی نره. نه دایی. کجا؟ ولم کن. نه. ولم کن. خدای توه. تو حق داشتی. من گذشتم دایی. دکانم باید حرف دارم. یه دقیقه بیام. تو بیام. سردر تو حالا نمیاد. بیام. نمیشه همینجا بگی. نه دایی. اگه میشد تو نمیکشوندمت پایین. یه برده. برو تو. چرا دل میکنی؟ برو تو. یه برده. جوونی نکن پسر. تو هنو خیلی آرزو داری.